یه خونه ای داشت، گذاشت اینو برای فروش. زنگ زد به این املاکی، گفتش که آقا این خونه ای که من دارم ته کوچه، همسایه ها همه سن بالا، این درختا برگاش میریزه، نمیدونم رفت آمدی نیستش، ته کوچه تاریک اینا. از اون طرف هم دنبال خونه میگشت. یه املاکی دیگه 2 تا 3 تا 1 2 هفته گشت و یه جایی زنگ زد بهش، گفتن آقا ما خونه داریم با این بودجه شما. دید یه ذره از بودجه که خونش داره میفروشه بیشتر. گفتش که خب چجوری خونه؟ گفت آقا یه خونه ای هستش، کوچه مشجر، از اون محله های اصیل، همسایه ها همه اصیل، رفت آمد زیاد ندارن، شروع کنن، درختای بزرگ، خونه اصالت دار، دیوارهای آجری. این دلش رفت. گفت آدرس بده برم ببینم. گفت خیابون فلان، کوچه فلان. دید خونه خودشه.